دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در حال بررسی گزینه‌هایی برای جلوگیری از توانایی جمهوری اسلامی در ساخت سلاح هسته‌ای است، از جمله احتمال حملات پیشگیرانه هوایی. اقدامی که از سیاست طولانی مدت مهار تهران از طریق دیپلماسی و تحریم‌ها فاصله می‌گیرد. آنچه شنیدید برگردان فارسی بخش ابتدایی گزارشی است از لارنس نورمن، خبرنگار مشهور وال استریت ژورنال، و الکساندر وارد، دیگر خبرنگار این نشریه، که با عنوان اصلی تیم ترامپ در حال ارزیابی گزینه‌ها از جمله حملات هوایی برای توقف برنامه هسته‌ای رژیم ایران است، روز آدینه 13 دسامبر 2024 در این نشریه منتشر شده. در ادامه این گزارش حساس آمده: گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی اکنون توسط برخی از اعضای تیم انتقالی وی به طور جدی‌تر مورد بررسی قرار گرفته. این بررسی‌ها با در نظر گرفتن سقوط رژیم بشار اسد، متحد ملاها در سوریه، آینده نیروهای امریکایی در منطقه و نابودی شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی یعنی حزب الله و حماس توسط اسرائیل انجام می شود. به گفته مقامات تیم انتقالی، تضعیف موقعیت منطقه جمهوری اسلامی و افشاگری‌های اخیر در مورد پیشرفت‌های هسته‌ای تهران باعث شده این بحث‌های حساس داخلی شکل بگیرد. با این حال تمام این بحث‌ها همچنان در مراحل اولیه قرار دارند. ترامپ در تماس‌های اخیر خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار داشته که نگران دستیابی جمهوری اسلامی به قابلیت‌های تولید سلاح هسته‌ای در دوران ریاست جمهوریش است. دو منبع آگاه از این گفتگوها گفتند که ترامپ به دنبال پیشنهادهایی برای جلوگیری از این نتیجه است. رئیس جمهور منتخب خواهان برنامه‌هایی است که از آغاز یک جنگ جدید، به ویژه جنگی که ممکن است پای ارتش امریکا را به میان بکشد، جلوگیری کند. حملات به تأسیسات هسته‌ای تهران می‌تواند امریکا و جمهوری اسلامی را به مسیر برخورد مستقیم بکشاند. جمهوری اسلامی به اندازه کافی اورانیوم با غنای بالا دارد که بتواند 4 بمب هسته‌ای بسازد و این رژیم آیت الله ها را به تنها رژیمی تبدیل کرده که بدون داشتن سلاح هسته‌ای مواد شکافپذیر نزدیک به سطح سلاح‌های هسته‌ای با غنای 60% تولید می‌کند. برای تبدیل این ذخایر به استفاده در سلاح‌های هسته‌ای تنها چند روز زمان نیاز است. مقامات امریکایی پیشتر گفته بودند که ممکن است چند ماه طول بکشد تا جمهوری اسلامی یک سلاح هسته‌ای داشته باشد. تیم انتقالی رئیس جمهور منتخب در حال طراحی استراتژی است که آن را فشار حداکثری نسخه شماره 2 نامیده. این استراتژی دنباله‌ای بر رویکرد دوره نخست ترامپ است که بر تحریم‌های شدید اقتصادی متمرکز بود. این بار ترامپ و مشاورانش در حال تدوین گام‌های نظامی هم هستند که می‌توانند به مرکزیت کمپین ضد جمهوری اسلامی تبدیل شوند. هرچند همچنان با مجازات‌های مالی سخت‌تر همراه خواهد بود. دو گزینه کلی در این بحث‌ها مطرح شده که برخی از آنها در گفتگوهای انجام شده با ترامپ نیز بررسی شدند. 4 منبع آگاه از این برنامه‌ریزی‌ها این موضوع را تایید کردند. یکی از مسیرها که توسط دو منبع آگاه از برنامه‌ها توضیح داده شده، شامل افزایش فشار نظامی از طریق اعزام نیروهای بیشتر، هواپیماها و کشتی‌های جنگی امریکایی به خاورمیانه است. آمریکا همچنین می‌تواند تسلیحات پیشرفته‌ای نظیر بمب‌های سنگرشکن را به اسرائیل بفروشد تا قدرت تهاجمی این کشور برای از کار انداختن تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی تقویت شود. تهدید به استفاده از نیروی نظامی، به ویژه اگر با تحریم‌های اقتصادی تحمیلی امریکا که بتواند اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج کند همراه باشد، ممکن است ملاها را متقاعد کند که چاره‌ای جز حل بحران از طریق دیپلماسی ندارد. مسیر جایگزین شامل تلاش برای استفاده از تهدید نیروی نظامی، به ویژه در صورت همراه شدن با تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده، برای وادار کردن رژیم به پذیرش یک راه حل دیپلماتیک است. این استراتژی همان رویکردی است که ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود با کره شمالی به کار گرفت، هرچند دیپلماسی در نهایت ناکام ماند.
مشخص نیست که ترامپ که در مورد اجتناب از وقوع جنگ جهانی سوم و مذاکره با جمهوری اسلامی صحبت کرده، کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد. در حالی که ترامپ اصرار دارد به دنبال جلوگیری از تشدید گسترده تنش‌ها در خاورمیانه است، در مصاحبه‌ای با مجله تایم که پنجشنبه منتشر شد، گفت که احتمال دارد امریکا با جمهوری اسلامی وارد جنگ شود، تا حدی به این دلیل که تهران قصد داشت او را ترور کند. او در این مصاحبه گفت هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. این یک وضعیت بسیار ناپایدار است. برخی از مقامات دولت آینده هنوز نظر کامل خود را درباره این موضوع اعلام نکردند و پیشنهادهای مربوط به جمهوری اسلامی ممکن است با ورود اعضای کابینه جدید، دسترسی به اطلاعات محرمانه و برگزاری مذاکرات با متحدان منطقه‌ای مانند اسرائیل تغییر کند. نکته حیاتی این است که ترامپ به گفته مقامات سابق دولتش به ندرت در مسائل سیاست خارجی عمیقاً وارد جزئیات می شود، مگر اینکه گزینه‌های نهایی به او ارائه شوند و تصمیم گیری ضروری شود. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده. رهبران رژیم آیت الله ها مدت هاست که هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار می‌کنند. دولت اسرائیل نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره احتمال حمله پیشگیرانه به جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری ترامپ پاسخ نداده. اما نتانیاهو در ماه نوامبر پس از 3 تماس تلفنی با ترامپ گفت که او و ترامپ در مورد تهدید جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد آن و خطرات ناشی از آن هم نظر هستند. مقامات سابق ترامپ گفتند که ترامپ در اواخر دوره اول ریاست جمهوری خود ایده حملات پیشگیرانه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. اندکی پس از آنکه بازرسان بین المللی اعلام کردند ذخایر مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش یافته. اما ترامپ پس از ترک کاخ سفید چنین گفت که هرگز به طور جدی به اقدام نظامی فکر نکرده و گفته که این برنامه‌ها توسط مشاوران ارشد دفاعی تهیه و به او برای تایید پیشنهاد شده بودند. مشاوران و نزدیکان ترامپ که از گزینه‌های نظامی برای دوره دوم ریاست جمهوری او حمایت می‌کنند، گفتند که ایده اصلی حمایت از حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی مانند نتنز، فردو و اصفهان است و حتی احتمال دارد امریکا در یک عملیات مشترک شرکت کند. بسیاری از مقامات فعلی و سابق اسرائیل معتقدند که احتمال موفقیت اسرائیل در حمله انفرادی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که برخی از آنها عمیقاً در زیر زمین دفن شده‌اند با عدم قطعیت‌های بزرگی همراه است. با این حال برخی از متحدان ترامپ معتقدند که ماه‌های نخست بازگشت او به قدرت فرصت نادری را برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم می‌کند، به ویژه در شرایطی که رژیم در ایران در موقعیت ضعیفی قرار دارد. مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که به طور منظم با مشاوران ارشد ترامپ از جمله برخی که قرار است وارد دولت جدید شوند صحبت می‌کند، گفته اگر قرار باشد اقدامی برای خنثی کردن برنامه تسلیحاتی هسته‌ای انجام دهید، حالا زمان آن است. اگر ترامپ به گزینه نظامی جدی روی آورد، با سیاست اخیر امریکا و همچنین سیاست‌های دوره نخست ریاست جمهوری خود فاصله خواهد گرفت. دولت اوباما تلاش داشت تا موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی را از طریق توافقی چند ملیتی حل و فصل کند که در نهایت هم به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام در سال 2015 منجر شد و به طور موقت فعالیت‌های هسته‌ای تهران را محدود کرد. ترامپ امریکا را از آن توافق خارج کرد و با اعمال فشار اقتصادی امیدوار بود که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد. دولت بایدن هم تلاش کرد برجام 2015 را احیا کند، اما جمهوری اسلامی از مذاکرات کنار کشید و این امر باعث شد که دولت بایدن بسیاری از تحریم‌های دوره ترامپ را علیه جمهوری اسلامی حفظ کند. اسرائیل نیز سالها در حال بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده، اما تاکنون این کار را انجام نداده. این تا حدی به دلیل هشدارهای امریکا بوده. دولت اوباما در سال 2012 به نتانیاهو هشدار داد که از حمله به جمهوری اسلامی که در آن زمان در حال گسترش برنامه هسته‌ای خود بود، خودداری کند.
این هشدار پیش از توافق هسته‌ای 2015 بود. دولت بایدن نیز به طور مداوم اعلام کرده که به دنبال راه حلی دیپلماتیک برای پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. با این حال این بار بحث‌ها در مورد حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی متفاوت خواهد بود. گابریل نورونها که در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در وزارت خارجه امریکا بر روی سیاست ایران کار می‌کرد، گفت حمایتی قوی از اقدام نظامی اسرائیل وجود دارد، به شرطی که این اقدام در راستای منافع آنها باشد. جمهوری اسلامی دیگر فاصله چندانی با عبور از خطوط قرمز اسرائیل ندارد و به نظر می‌رسد همچنان به دنبال تشدید تنش است. مقامات تیم انتقالی ترامپ میگویند قصد دارند تحریم‌های کنونی را اجرا کنند و تحریم‌های جدیدی اعمال نمایند. از جمله بازگشت به فهرست‌گذاری حوثی‌های مورد حمایت ملاها در یمن به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و ممنوعیت کشورهای خریدار نفت ایران از خرید انرژی امریکا. اما به گفته یکی از افراد تیم انتقالی اقدامات بیشتری از فشار اقتصادی و مالی لازم است، زیرا جمهوری اسلامی به طور فعال در تلاش است تا رئیس جمهور ترامپ را ترور کند. او افزوده این موضوع به طور قطع بر تفکر همه در مورد ماهیت این رابطه از همان ابتدا تأثیر می‌گذارد. جمهوری اسلامی به ایالات متحده اطمینان داده که برای تلافی دستور ترامپ در سال 2020 مبنی بر کشتن قاسم سلیمانی سرکرده نیروی قدس سپاه اقدام به ترور او نخواهد کرد. کشته شدن سلیمانی تهاجمی ترین اقدام نظامی امریکا علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بود. دولت آینده اصرار دارد که شبکه نیابتی‌های جمهوری اسلامی نمی‌تواند به طور کامل مهار شود مگر اینکه جمهوری اسلامی از منابع اقتصادی و نظامی محروم شود. یکی از مقامات تیم انتقالی گفته جمهوری اسلامی سر اختاپوس است. ما نمی‌توانیم همه این مسائل را در همان جایی که هستند حل کنیم. راه حل این مسائل در نحوه رویارویی ما با جمهوری اسلامی است. رئیس دولت تازه در جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان به نظر می‌رسد به میل ترامپ برای توافقات پرمخاطب تکیه کرده. جواد ظریف معاون رئیس جمهور رژیم در امور راهبردی در مقاله‌ای در نشریه فارن افیرز هفته گذشته نوشت پزشکیان آماده است تا تنش‌ها با ایالات متحده را مدیریت کند و امیدوار است مذاکراتی برابر در مورد توافق هسته‌ای و حتی موضوعات بیشتر انجام شود. اما رویکرد دیپلماتیک چالش‌های خود را دارد. مقامات جمهوری اسلامی گفتند که تحت فشار حاضر به مذاکره با ایالات متحده نیستند و ماه گذشته به مقامات اروپایی در ژنو اعلام کردند که هیچ اقدام یک جانبه‌ای برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود انجام نخواهند داد. طبق برآوردهای اطلاعاتی ایالات متحده که هفته گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی در حال حاضر مواد شکافپذیری به اندازه کافی برای تولید بیش از 12 بمب هسته‌ای دارد. اگرچه جمهوری اسلامی در حال حاضر بمب نمی‌سازد، اما این گزارش نشان می‌دهد که به لطف تحقیقاتی که در ماه‌های اخیر انجام داده، برای این کار آماده تر است. مقامات جمهوری اسلامی بارها به صراحت اعلام کردند که واکنش آنها به یک حمله، اخراج بازرسان سازمان ملل و خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا همان NPT خواهد بود. پیمانی که تهران را متعهد می‌کند که سلاح هسته‌ای تولید نکند. تنها کشوری که تاکنون از این پیمان خارج شده، کره شمالی است که پس از خروج به طور مخفیانه تولید سلاح هسته‌ای را آغاز کرد. مسیر مشابهی که تهران با توجه به تهدیدهایش ممکن است در پیش بگیرد.